گاهی اوقات فرآیندها نیاز به تصمیم گیری دارن. گتوی یک المان مهم توی استاندارد BPMN که امکان ایجاد نقاط تصمیم گیری رو داخل یک فرآیند به وجود میاره. به عنوان مثال توی فرآیند درخواست انتقالی که توی ویدیو قبلی ازش استفاده کردیم، زمانهایی که واحد اداری برای تصمیم گیری در مورد درخواست انتقالی از پاسخ واحد مرکزی استفاده میکرد، بر اساس اون تصمیم میگرفت که فرآیند رو از کدوم مسیر دنبال کنه. در واقع ما داشتیم از گتوی ها استفاده میکردیم. با المان هایی که قبل از گتوی بررسی کردیم صرفا میتونیم فرآیندهای کاری رو مدل سازی کنیم که جریان کاری توشون تک مسیر است. این یعنی هیچ نقطه تصمیم گیری بر اساس پیش بینی شرایط مختلف توی فرآیند وجود نداره و هیچ شرایطی رو از قبل نمیتونیم پیش بینی و مدل سازی کنیم. وظیفه گتوی اینه که بر اساس شرایط مختلف مسیر فرآیند رو تعیین کنه. به بیان دقیق‌تر، گتوی نشان دهنده نقاط تصمیم گیری است و با استفاده از این المان میتونیم جریان فرآیند رو با توجه به شرایط مختلف توی نقاط تصمیم گیری پیش بینی و تعیین کنیم. گتوی انواع مختلفی داره و ما توی این ویدیو قرار 4 مدل از کاربردی ترین انواع گتوی رو همراه با مثال بررسی کنیم. انواع مختلف گتوی: اکسکلوسیو گتوی یا به اصطلاح XOR. توی فرآیندها وقتی جریان کاری به نقطه میرسه که باید از بین چند حالت ممکن فقط یکی رو انتخاب کنیم، میتونیم از اکسکلوسیو گتوی استفاده کنیم. در واقع تنها یکی از شاخه ها برای ادامه یافتن جریان کاری انتخاب میشه و بقیه شاخه ها نادیده گرفته میشه. به عنوان مثال توی فرآیند درخواست انتقالی بعد از ثبت درخواست توسط کارمند میتونیم با استفاده از اکسکلوسیو گتوی با توجه به سابقه فعالیت کارمند تصمیم بگیریم که با درخواستش موافقت یا اونو رد کنیم. مثلا اگه سابقه کارمند زیر 5 سال باشه فرآیند خاتمه پیدا کنه، اما اگه بالای 5 سال باشه فرآیند ادامه پیدا کنه. برای این تصمیم گیری میتونیم از اکسکلوسیو گتوی استفاده کنیم چون قراره از حالتهای ممکن فقط یکیش اتفاق بیفته. پارالل گتوی یا به اصطلاح AND. وقتی که نیاز بشه چند مسیر رو به صورت همزمان شروع کنیم میتونیم از پارالل گتوی استفاده کنیم. در واقع پارالل گتوی زمانی استفاده میشه که بخوایم چند تصمیم رو به صورت همزمان بگیریم و منتظر بمونیم تا همشون به نتیجه برسه. پارالل گتوی فعالیت‌ها رو به صورت همزمان ارسال میکنه و در نهایت باید تمام فعالیت‌ها انجام بشه تا فرآیند ادامه پیدا کنه. در مثال درخواست انتقالی میتونیم از پارالل گتوی برای اجرای همزمان فعالیت‌های مختلف استفاده کنیم. به عنوان مثال پس از بررسی سابقه کارمند میتونیم از یک پارالل گتوی برای ارسال درخواست به واحد مرکزی، ارسال درخواست به شهر مقصد و استعلام گرفتن از سازمان بیمه به صورت همزمان استفاده کنیم تا این سه درخواست به نتیجه برسه و فرآیند با توجه به نتیجه این سه تا درخواست ادامه پیدا کنه. اینکلوسیو گتوی یا به اصطلاح OR. میشه گفت اینکلوسیو گتوی از این نظر که میتونه به صورت همزمان چند مسیر رو با هم شروع کنه به پارالل گتوی شباهت داره، اما فرقش اینه که توی پارالل گتوی همه مسیرها باید اجرا بشن، اما توی اینکلوسیو گتوی شروع شدن مسیرها به شرایط وابسته است. در واقع وقتی بخوایم یک یا چند تصمیم رو بر اساس شرایط مختلف بگیریم از اینکلوسیو گتوی استفاده میکنیم. در مثال درخواست انتقالی با توجه به سابقه کارمند میتونیم از یک اینکلوسیو گتوی استفاده کنیم. اگه سابقه کارمند زیر 5 سال بود نیاز به استعلام سازمان مرکزی نداریم و فقط باید از شهر مقصد تایید بگیریم. اما اگه سابقه کارمند بالای 5 سال بود باید هم از سازمان مرکزی تایید بگیریم و هم از شهر مقصد. پس بر اساس شرایط مسیر خروجی این گتوی میتونه 1، 2 مسیر و یا بیشتر باشه. کامپلکس گتوی ها.
از دسته آخر گتوی در شرایط پیچیده تر استفاده میشه. از کامپلکس گتوی زمانی استفاده میشه که بخوایم در یک شرایط نسبتاً پیچیده تصمیمات مختلف مدل سازی کنیم. در مثال درخواست انتقالی فرض کنید پس از درخواست کارمند نیاز باشه در هیئت مدیره شهر مقصد و همینطور واحد مرکزی کمیسیونی برای این انتقالی تشکیل شه و بر اساس نتایج حاصل از این جلسات درخواست کارمند پذیرفته یا رد شه. علاوه بر اون میتونیم برای مجموع رأی اعضا وزن در نظر بگیریم و به طور مثال اگر بیشتر از 50% اعضا موافق بودن درخواست رو تایید کنیم و در صورتی که بیشتر از 50% اعضا مخالف بودن درخواست رو لغو کنیم.